داستان واقعی باب اسفنجیه. میخوای واقعیت داستان باب اسفنجی رو پشت اون لبخند زردش بدونی؟ این انیمیشن فقط یه انیمیشن معمولی نیست. باب اسفنجی توی شهر بیکینی باتم زندگی میکرد. ولی میدونستی که بیکینی باتم واقعا وجود داره؟ یک جزیره زیر اقیانوس آرام به نام بیکینی آتر وجود داره که آمریکا داخلش آزمایشات بمب اتمی انجام میداد. دانشمندان میگن که تمام موجوداتی که توی باب اسفنجی هستن موجودات جهش یافته اون منطقه. باب اسفنجی با اون انرژی و اون شاد بودنش و رفتارهای عجیبی که نشون میداد پیش‌فعالی شدید داره. اختاپوس همیشه افسرده و غمگین بود. اونم اختلال شدید افسردگی داره. و پاتریک که نمیتونست تو جمع با بقیه ارتباط بگیره و تو جامعه باشه اختلال شخصیت ضد اجتماعی داره. تاریک ترین بخش این انیمیشن اپیزود رد میسه. تو این قسمت اختاپوس به فروپاشی روانی میرسه و میخواد خودکشی کنه و در نهایت خودکشی میکنه. میگن وقتی داشتن این اپیزودو تدوین میکردن یه صداهایی میشنیدن، صداهایی که زد نشده بود. Leave the sea before take your soul. دریا رو ترک کن قبل از اینکه روحتو بگیره. حالا فکرشو بکن، اگه این واقعا یه انیمیشن معمولیه چرا یه صدای ثبت نشده توشه؟ چرا یکی از قسمتاشو کلا حذف کردن؟ اینجا داستانهای عجیب غریب و واقعی دنیا رو بهت میگم. حتما پیجم دنبال کن.